خوبی البته وفا آورتی ما این زمینه منه، حالا یادم بزرگ نی ولی زمینی که اینه و داستان اینه که من کودی که شما به من دادی و من دو به نصف باغم دادم، یعنی نصف باغ نصف دیگه را نرسیدم بدم. و داستانی که هست این سمتی یکی کود داریم خیلی سرسبزه و خدا رو شکر میوهم کم و بیش داده. حالا یکم هم سرمازه این منطقه رو کلا میوه کمه، ولی مثلا این زردالوی ما خدا رو شکر پره. این درخت ها سرسبزن، سبزیه برگاشون همش مشخصه، خوبه، خدا رو شکر، دست دادن درد نکنه. و حالا با اینکه حالا ما دیر دادیم یکم هم کود رو و باید زودتر میدادیم، ولی خب این سمت که ما ندادیم با اینکه حالا آب بیشتری هم خوردم، همونطور که میبینی برگاش زرد تره و میوه اصلا نداده. متاسفانه درخت ها پارسال پر میوه بود ولی امسال اصلا نداده. خب ما بهشون نرسیدیم در واقع، ولی کودی هم که شما دادینو به اینا ندادیم. اینا الان ببینید برگاشون خیلی زرد رنگ و بیجونم، ولی اونور خدا رو شکر خوبه. البته دادیم بهش، حالا ان شاءالله تو سال آینده تصمیم اینه که تو وقتای مناسب تر بیام ازت بخریم. شما کوده جواب خودش به ما داده، یعنی تستی که ما زدیم رو الان قشنگ میشه. حالا جای دیگه هم خواسته ارائه بدی نشون بدی طوری نی، یعنی درخت یعنی برگای زرد و بیجون میوهم که اصلا نداده، ولی اون سمت نه، برگاه خیلی سبز رنگ تر و درخت هم شاداب تره. حالا این درخت گردونم مثلا امسال که خب متاسفانه سرما زده، این درخت اون یه دونه که کوده حسابی بهش دادیم محصول بهتری داده. حالا یه حالی ما تصمیممون که ایشالله سال آینده با برنامه بیام ازت خرید کنیم و حالا جایی هم خیلی نشون بده. این دیگه من نشونه عملیه دیگه، چون من اینجا رو بخواستم به جای دیگه معرفی کنم الان میگم بیان ببینن قسمتی که کود داده شده قسمتی که کود داده نشده. حالا چون قول بهت داده بودم برات فرستادم، دستت هم درد نکنه، انشالله مزاحمت خواهیم شد. یا علی.